آقا جان بعد از 3 روز پیکر سرخش کفن نداشت. 3 روز بدن عزیز زهرا به غسل و کفن روی زمین گرم کربلا. بعد از 3 روز پیکر سرخش کفن نداشت. یوسف ترین شهید خدا پیراهن نداشت. این جملات را شاگردان مکتب امام صادق درد از بس که پیکرش شده پامال اسب‌ها یک جای بی جراحت بدن نداشت. چه کردم با بدن پاک عزیز زهرا؟ مثل همچین روزی بنی اسد آمدم کربلا. نگاه کردم دیدم این نانجیبا بدنهای خودشان رو دفن کردن، اما بدن عزیز زهرا روی زمین گرم کربلا. میخواستم بدنها را دفن کنم، اما عزیزان بدن یا با سر شناخته میشود یا با پیراهن. آخه میرم اینا نه سر به تن دارد نه پیراهن، متحیر ایستادم. یک وقت میرم یک سواری میآید صدا میزند بنی اسد بیایید، کفن با خود بیارید. مگر خبر ندارید حسین کفن ندارد؟ بنی اسد من این بدنها را خوب میشناسم. این بدن بیزار بدن بابای غریبم حسینه. این بدن برادرم علی اکبره. این بدن قاسمه، اون بدن کنار شد مراد، بدن ابو جانم عباسه. بنی اسد برید یه ابوریا بیارید. نظر شاگردان امام صادق میگم مگر کربلا